هفته گذشته بانک بزرگترین قزاقستان خلیق بانک اعلام کرد که بعد 3 سال فعالیتش در بازار بانکی تاجیکستان تمام 100% سهمیه‌های بخش تاجیکیش خالق بانک تاجیکستان را به بانک بین المللی تاجیکستان میفروشد و با همین ترک این کشور میکند. برای بسیاری ها در این معامله بزرگ این پهلویش هم جالب بود که آیا صاحبان بانک بین المللی تاجیکستان کیستند؟ رادیوی آزادی روز 21 نوامبر سال 2022 در یک مطلب تحقیقاتی خبر داد که اسم مالکان این بانک را معلوم کرده است. نشریه با تکیه به معلومات سامانه خود بانک بین المللی تاجیکستان می نویسد که سهامانش تاجیک کیترینگ سرویس، خالف شیرالی، سفرالیویچ هستند. شرکت اول 76.95% و شیرالی خالف 23.05% سهمیه‌های بانک را در دست داشتند. در این زمان در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی به حیث مالک تاجیک کیترینگ سرویس نیز خالف شیرالی سفرالیویچ نشان داده شده است. به این ترتیب رسما او مالک یگانه بانک به شمار می رود. تاجیک کیترینگ سرویس به فروش خوراک در داخل هواپیماها مشغول است. آن را ماه اکتبر سال 2009 ثبت نام کردند. در همین حال بانک بین المللی تاجیکستان مالک چندین شرکت دیگر از جمله استاندارد اجاره بوده است که به عملیات لیزینگ مشغول می باشد. استاندارد بیمه از شرکت های دیگر تأسیس داده بانک بین المللی تاجیکستان نام برده می شود. آن را سال 2015 با هدف سقراطی و میانروی تأسیس دادند. هم مؤسس این دو شرکت گلوف جمشید شیرالیویچ نامبر شده است. بر اساس معلومات رسانه‌های نزدیک و مخالفان از جمله پیام و اصلاح، جمشید گلوف برادر اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و یکی از دامادهای رئیس جمهور امامعلی رحمان است. جمشید و اشرف گلوف فرزندان شیرالی گل وزیر پیشین انرژتیک می باشند. بانک بین المللی تاجیکستان تنها بانک در جمهوری نیست که زیر نظارت خویش و تبار نزدیک پرزیدنت امامعلی رحمان قرار دارند. در حال حاضر رهبری اوریون بانک در دست حسن اسدالله‌زاده دادرعروس پرزیدنت قرار داشته. زرینه رحمان دختر امامعلی رحمان معاون رئیس اوریون بانک است. اسپتامین بانک را به داماد پرزیدنت جمال‌الدین نورعلی‌زاده ربط می‌دهند. همین طور بنا به معلومات فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی در تاجیکستان، شرکت فراز که آن را به شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای پرزیدنت پیوند می‌دهند مالک کامرس بانک تاجیکستان است. کامرس بانک نیز قبلا بانک قزاقی بود. خلیق بانک در زمینه بانک شوروی اسپربانک تأسیس یافته با قریب 10 تریلیون تنگه یا حدود 2.2 میلیارد دلار پسندازهای در این بانک گذاشته مشتریانش بزرگترین نیاد مالیوی قزاقستان دانسته می شود.